با سلام به همه اون دوستان عزیزی که طول چند دقیقه دیگر در بخش مستقیم صحبت ما رو تماشا خواهند کرد. دقیق‌تر شنوید بامدادی رو که از طرف من شالوی گلخوجه از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در این صبح صادق پیشنهاد شما عزیزان می شود. امروز دوشنبه است 17 ایون، هفته نوی کار و تحصیل و برای شما در این روز بردباری می خواهیم و امیدواریم هفتهتان خوب سپری شود بینندگان عزیز و چون همیشه وفاداری رادیو آزادی بمونید. خب قبل از اون که به خبرها رجوع کنم، چون همیشه نگاه میاندازیم به وضع باد و هوا، امروز در پراگ هوای آفتابی در نظر است. انتظار می رود که حرارت روزانه تا 22 درجه رو تشکیل نماید. در مسکو هوا ابری و بباریش و تا 25 درجه گرم خواهد بود. در سنت پترزبورگ امروز هوا آفتابی و 23 درجه گرم می شود. در دوشنبه آب‌وهواشناسان هوای صاف و آفتابی رو پیشگویی کردند. در دوام روز گرمی به 26 درجه خواهد رسید. نشست پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا روز 15 ایون با قبول اعلامیه در دوشنبه به پایان رسید. سران کشورهای آسیا در اعلامیه عبارت از 49 بند وعده دادند که در قلمرو یکدیگر به حرکت‌های جدایی طلبی راه نخواهند داد. در اعلامیه گفته شده از جدایی طلبی به استقلال، یگانگی، تمامیت ارضی، امنیت و ثبات کشورها خطر دارد. شرکت‌داران نشست همچنین گفتند ضد تحریم‌های یکجانبه هستند و از اصول دخالت نکردن به کار داخلی و بیرونی کشورها پررا حمایت میکنند. این اعلامیه را همه کشورهای عضو و جمله روسیه پذیرفتند، در حالی که روسیه بعد از سال 2014 در پی اشغال نیم جزیره کریم اینچنین برای پشتیبانی از جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم می شود. خود روسیه این اتهام را همیشه رد کرده است، ولی جانب اسرائیل سه بند این اعلامیه را که مربوط به فلسطین و ایران است قبول نکرده است. باید گفت که مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا انجمن بین دولتی و سازمان منطقوی است که سال 1992 با دستگیری سازمان ملل متحد تأسیس یافته است. نشست سران کشورها و حکومت‌های عضو در 4 سال یک دفعه برگزار می شود. آخرین همایش 21 می سال 2014 در شهر شانگهای چین دایر شده بود و در ضمن در پی ملاقات رهبران تاجیکستان و چین در دوشنبه 18 سند همکاری از جمله در بخش‌های سرمایه‌گذاری، کشاورزی، مبارزه ضد تروریسم و تأسیس کارخانه‌های مشترک به امضا رسید. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز 15 ایون و در جشن 66 سالگیش با سفر دولتی در تاجیکستان قرار داشت. در 5 سال گذشته بار دوم است که او با سفر دولتی به دوشنبه می‌آید. چین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان است و سال گذشته میزان دادوگیری بین دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته است. بخش اساسی قرض بیرونی تاجیکستان هم از چین است. منتقدان از آن نگرانی میکنند که قرض و سرمایه گذاری های بی برکش چین در آینده میتواند برای تاجیکستان دردی سر ایجاد کند، ولی مقامات گفتند توانی برگرداندن این قرض ها را دارند. روز شنبه رهبران دو کشور از روی طرح بینه‌های نو پارلمان و حکومت تاجیکستان پرده برداری کردند که با 1.5 میلیارد یوان چینی در مرکز دوشنبه ساخته خواهد شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به گوی شنبه به خبرنگاران گفت در برابر همکاری های اقتصادی بین همکاری به خاطر مبارزه با سه بدی: تروریسم، افراطگرایی و جدایی‌خواهی، همچنین جنایتکاری متشکل فراملی، قاچاق مواد مخدر و کیبر جنایت‌ها گسترش می‌یابد. وی به نشان قدردانی از رئیس جمهوری چین به او اردن زرین تاج یعنی درجه 1 را هدیه داد. سفر دولتی سی جین پینگ به تاجیکستان بعد انجام نشست سران کشورهای آسیا در دوشنبه صورت گرفت. وکیلان مجلس نمایندگان خواستند امریکا تحریم‌های اقتصادی قانون جکسون و وینیک را نسبت به تاجیکستان بیکار کرده به وضع آزادی‌های دینی بهای منصفانه بدهد. گروهی از وکیلان مجلس نمایندگان در یک دیدار با وکیلان کنگره آمریکا در واشنگتن همزمان با آموزش تجربه‌های پارلمانی آمریکا درخواست‌های تاجیکستان را نیز به میان گذاشتند. قانون که با نام پیشنهاد کننده آنها جکسون و وینیک گذاشته شده است از زمان شوروی نسبت به تاجیکستان باقی مانده، تجارت آمریکا را با کشورهایی که در آنها حقوق بشر پایمال می شود محدود می کند. سال 2015 نخست فرهاد سلیم سفیر تاجیکستان در آمریکا و بعداً سیروجدین مهریدین وزیر کار خارجه تاجیکستان مسئله بیکار کردن این قانون را نسبت به تاجیکستان در میان گذاشته بودند. لغو این قانون به تاجیکستان امکان خواهد داد که از شرایط بهتری تجارت با آمریکا برخوردار شود. وکیلان تاجیک میگویند همتایان آمریکاییشان وعده دادند که هم این و هم درخواست دوم آنها را بررسی
توصیه میکنم. درخواست دوم به گزارش سالانه کمیسیون آمریکا اوید به آزادی‌های بین‌المللی دینی ربط داشت. ماه قبل این نهاد از نقص سراسری آزادی‌های دین در تاجیکستان نگرانی کرده. دیگر باره به حکومت آمریکا توصیه داد تاجیکستان را به فهرست بدترین کشوری پایمال کننده حقوق دینی وارد کند. اما عبدالرحیم خالقزاده میگوید گزارش‌های آمریکا از وضع آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان منصفانه نیستند و آنها از همتایان خود خواستند که دستاوردهای کشور در این بابت ذکر شوند. دوستانی کل ازبکستان بازداشت و حبس رئیس پیشین خدمات دولتی امنیتی اون کشور اختیار عبداللویف را رسما تصدیق کرد. پرونده جنایی با عیب‌های سوء استفاده از مقام خدمتی و پوره‌گیری نسبت رهبران پیشین خدمات امنیتی دولتی عبداللویف و اگاموف یعنی معاون پیشین رئیس خدمات و اینچنین نسبت 10 کس دیگر باز شده است. تفتیشات ادامه دارد آمده است در خبر دوستانی کل ازبکستان. دوستانی میگوید به دلیل آنکه در پرونده چند منصبدار بلندپایه شرکت میکنند جزئیات تفتیشات آشکار نمیشود. 4 ماه پیش رسانه ها خبر داده بودند که اختیار عبداللویف 53 ساله 11 فوریه سال جاری بازداشت شده است. عبداللویف 31 ینوری سال 2018 رئیس خدمات امنیتی دولتی تعیین شد و سال 2015 به حیث دوستانی کل ازبکستان و سال 2009 مشاور دولتی پرزیدنت فعالیت میکرد. امریکا و متفقانش تاکید میکنند که در فکر جنگ با ایران نیستند ولی آماده‌اند تمام چاره‌ها را در مقابل تهدیدهای ایران بیاندیشند. روز 16 ایون در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز کاتب دولتی امریکا مایک پامپئو گفت بدون شبهه ایران مسئول حمله‌های هفته گذشته به کشتی‌های نفترسان بود. پامپئو افزود واشنگتن تمام چاره‌های ضروری را خواهد اندیشید که رفت و آمد آزاد میان خلیج فارس و خلیج عمان کفالت داده شود. تشنج هفته گذشته بعد حمله به 2 کشتی نفترسان در نزدیکی ساحل‌های اماراتی متحده عرب افزایش یافت. امریکا و عربستان سعودی ایران را مسئول حمله می‌شمارند. ایران دست داشتنش در این حمله ها را رد می‌کند. در یک مصاحبه ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان از جامعه بین‌المللی دعوت کرد که در مقابل ایران چاره‌های قاطع بیاندیشند. و بینندگان عزیز باری دیگر رو میاریم به خبرهای تاجیکستان و امیدوارم تا پایان صحبت ما رو همراهی خواهید کرد، زیرا در پایان صحبت چون همیشه ما از قرب اسعار خارجه جمله روبل روسی خواهیم گفت و یک اعلان دیگر نیز دارم که فکر میکنم برای شما بینندگان عزیز جالب و مهم است و شاید شما نیز میتوانید در آزمون ما شرکت کنید. در پایتخت تاجیکستان از این به بعد در جستجوی جنایتکاران و افرادی در پیگرد قانون کامراهای سیماشناس به مقامات تفتیشاتی و قدرتی کمک خواهند کرد. در نقطه‌های سرادم دوشنبه در برابر کامراهای نظارتی دوربین‌های شناختی چهره نصب می‌شود. این کامراها به فرق از دوربین‌های قبلی امکان دارند سیمای شخصی را که مقامات جستجو می‌کنند شناسایی نموده به شخصان مسئول خبر بدهد. مقامات تاجیکستان می‌گویند در نوبت اول نصب چنین کامراها در پایتخت پیش بینی شده است. فرقت شوی مردونوف معاون مرکز شهر بخطر گفت این کامراها روزهای نزدیک در محل‌های سرازدهم از جمله فرودگاه، ایستگاه راه آهن، مرکزهای سودا و بازارها و باغ‌های فرهنگی و فراغتی نصب می‌شود. شوی مردونوف میگوید این دوربین‌ها در حالت 25% شناخت چهره آدمی که به افراد گمانبر شباهت دارد به مرکز شهر بخطر خبر می‌دهد. در مخزن برنامه این کامراها عکس افراد در جستجو بوده وارد کرده می‌شود. در حالت شناخت قیافه آنها از طریق این کامراها سیگنالی آگاه کننده داده می شود. افزود او مقامات تاجیک می خواهند با استفاده از تجربه کشورهای دیگر برای تامین امنیت و کاهش جنایتکاری از این را کار بگیرند. هرچند خزینه نصب این کامراها گفته نمی شود، اما طرح شهر بخطر در سال 2013 22 میلیون دلار خرج داشت و از حساب قرض دولتی تاجیکستان از چین عملی شد. در تاجیکستان دولت مالک شرکت‌های عظیم باقی می‌ماند، اما قسمی از این شرکت‌ها به دولت فایده نمی‌آورند بلکه قرض و سرباری آن را بیشتر می‌کنند. طبق معلومات آخر آژانس آمار قرض شرکت‌های بزرگ و میانه در تاجیکستان به بیش از 4.5 میلیارد دلار رسیده است. اقتصاددان‌های بانک جهانی در گزارش اعتراف کرده بودند که قرض 24 کارخانه عظیم دولتی تاجیکستان به حالت پایانی سال 2016 به 38% مجموعه محصولات
داخلی رسیده است. قرضی از همه بیشتر رو برق توجیک دارد که نزدیک به 23 میلیارد سوم است. قرض توجیک ایر تا حد بالا رفت که شرکت‌های فروش سوزشواری به آن دیگر مواد سوخت ندادند و با طلب پرداخت قرض هواپیمایش را گروگان گرفتند. شرکت دولتی هواپیمایی به دلیل وضع بحرانی مالیوی نیم سال باز از فعالیت مانده است. توجیک تلکوم شرکت دولتی مخابراتی که در فروش اینترنت مونوپولی است، بیش از 50 میلیون سومانی تنها از حساب انداز قرضدار است. برخی از کارمندان این شرکت عظیم دولتی قبلا به مطبوعات شکایت کرده بودند که چند ماه معاش نگرفتند. توجیک سوغورتا نیز یکی از شرکت‌های یکتاز در بازار بیمه کشور بود و می‌بایست درآمدهای هنگفت داشته باشد. تا 2 سال پیش تقریبا کل بازار بیمه حتمی دولتی در تاجیکستان زیر دست این شرکت بود، ولی آمارها است که دارایی‌های این شرکت عظیم دولتی هم کاهش یافتند. مسئولان در تاجیکستان وضع ناگواری بعضی از شرکت‌های عظیم دولتی را اعتراف می‌کنند، اما میگن در عموم کارخانه‌های دولتی رشد می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی مالیوی شریک تاجیکستان نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به دولت پیوسته مشورت می‌دهند که شرکت‌های دولتی را بفروشد و یا به شرکت‌های خردتر آنها را تقسیم کند. دسته منتخب اوکراین در بین فوتبال بازان از 20 ساله پایین جام قهرمانی جهان را به دست آورد. روز 15 ایون در بازی فینالی اوکراین با حساب 3-1 دسته منتخب کره جنوبی را شکست داد. 2 گل دسته اوکراین را ولادیسلاو سوپریاها و گل سوم را هیورگی سیتایشویلی به هدف رساندند. هر دو فوتبال بازی جوان در دسته فوتبال دینامو کیف هنرنمایی میکنند. بر علاوه دروازه‌بان دسته اوکراین اندری لونینی که بهترین دروازه‌بان جام جهانی عنوان گرفت، از این به بعد در دسته ریال مادرید هنرنمایی خواهد کرد. و بینندگان عزیز، طوری هم برای شما چند دقیقه پیش گفتم، در اینجا من یک اعلان دارم برای شما. رادیو آزادی آزمون بهترین ویدیو رو زیر عنوان ده من آغاز میکند. خوشمندان باید در یک نوار 1 دقیقه دهه خود را به جهانیان نشان دهند. از طبیعت، آدمان، زندگی، مشکلات، همه چیز عجایب دهه خود نقل کنند. این نوار باید به 1 سال پاسخ بدهد. چرا جهانیان باید دهه شما رو ببینند؟ نوارهای خود را شما میتوانید با واتساپ، ایمو، تلگرام با رقم های 420 724 05 66 81 420 724 05 39 59 و یا صفحه رادیوی آزادی برایمان بفرستید. مهلت تا 1 سپتامبر این سال است. جایزه ها: جای 1 ویدیو کامera، جای 2 پلنشت و جای 3 سمارت فون. بینندگان عزیز، بیش تا بیش شاید جایزه نصیب شما عزیزان خواهد شد. و اکنون از قرب آثار خارجی میگم، چون این هم مهم است برای شما مهاجران عزیز که اکثریتتون از روسیه به تاجیکستان پول میفرستید. طبق قرب آثار خارجی برای امروز که از سوی بانک ملی تعیین شده است، $1 9 و 43 درهم، 1 یورو 10 و 63 درهم و 1000 روبل روسی برابر است با 146 و 50 درهم. با سپاس از یک شما دوستان عزیز برای همراهی، برای توجهی که داشتید در این طول چند دقیقه و من همه شما عزیزان را بازم بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم نخست در سرخط خبرهای روز و بعداً ساعت 1 با وقت پراگ در برنامه خبری منتظر می شوم. روز خوب داشته باشید.